قربان صدامو میشنوی قربان؟ سرم. اینجا چه خبره دیوید؟ قربان خیلی وقت توضیح دادن ندارم. لطفاً دقت کنید. طی یک عملیات ترور شما فرستاده شدید به یک بازی؟ در اینجا ما دو بخش داریم. یکیش بخش بازیکن است که شما توش قرار دارین. What the fuck؟ و بخش دوم هیولاها وجود دارن. چی؟ گوش کنیم قربان. با قسمت تاریک ماجرا هیولاهایی از جمله اثر گرفته است. نصرت دست به شیر و از همه کتوله. گوش کنید. هدف شما اینه که از اینجا فرار کنید از طریق راههایی که بازی برای شما فراهم کرده. لطفاً با دقت نقشه درستی رو انتخاب کنید. انتخاب کردم. چی؟ قربان حداقل یه ذره خوب فکر میکردید. مهم نیست بابا، بهتر از اینه که با نصرت دست بشید توی جا بشید. کالا نگاری قربان. حاجی what the fuck؟ قربان من دارم مخفیانه با شما صحبت میکنم و یه خبر خوب چی؟ این که شما تنها نیستید. این که خوبه دیوید. نه قربان افتضاح. حداقل میتونستی 6 نفر باشید. خیلی خوب، حالا ضد آن نزن. اینا رفتن، مهم نیست، من که تنهایی راحت دارم. و شما دیوید دیدی؟ نگاه بله قربان این دست. یه لحظه وایسا. قربان خجالت بکشید. خفه. قربان به این میگن صندوق صداقت. اگر داخل این صندوق بودین شما قایم شد و امکانی که هیولا شما پیدا کنید. راستی گفتی هیولا؟ کدوم هیولا اومده؟ نگم بهتره قربان. از حقوقت کم کردم میفهم. خیلی معذرت میخوام قربان. هیولایی که باهاش سر کار داری نصرت شیری هستش. بهتر از این میشه. عروسکا رو جای باحالی ها؟ این چیه؟ دیوید خودشه! کی قربان؟ نصرت کیری چی شیری؟ لطفا منطقه رو ترک کنیم قربان. دارم همین کارو میکنم. کشکش صدا پاش شبیه اگزوز خاوره. قربان تاکید میکنم دورتر بشیم. لعنت بهت دیوید. راستی اگه نصرت منو بگیره چیکار میکنه با هم؟ میکنم. اوه نه قربان میکنت داخل این سوراخ. چه جالب. فکر کنم یکیتونو کرده تو سوراخ. سوراخ چیه دیوید؟ معذرت میخوام قربان منظورم سیاه چاله. دیوید خودشه! کی قربان؟ ننه نصرت. خب خود نصرت مرتی که کمک! دیوید! جواب بده قرمساق! خسته شدم. قربان حداقل برین داخل صندوق. الان صدات در اومد دیوز. صندوق صدقات مال بچه هاست بابا. یه مرد از هیچی نمیترسه، حتی از نصرت. چیه یارو دست و پاش شبیه ریشای پانداست. بای! حاجی گوه خوردم، خیلی هم خوشگلی ناموسم. دیوید بیام دهن سرویسه. قربان یه راه از سریع برید طبقه پایین. دیوید! اشتباه شد قربان. پشت سرمه! داداشم صندوق صدقات. قربان مثل اینکه نفر دوم میتونن انداخته سیاه چال مدتی بعد. دیوید صدای چیه؟
مثل اینکه نصرت داره صندوق صدقات رو میگرده. دیوید الان میاد اینجا. چی شد؟ مثل اینکه یه صدا شنیده. شانس آوردیم قربان. بهتر راه خروج رو نشونتون بدم. شما اینجا باید با استفاده از دستاتون این پازل رو حل کنید. الان هر دکمه سفید شد روش ضربه بزنید. همین؟ چه راحت. خیلی راحت دیوید. قربان دیوید دهنتو گای.